پسر کوهستان. این داستان سفر در مه. پپرو از دوران کودکی عادت داشت که در کوه‌ها و تپه‌های اطراف دهکده‌شون گردش کنه. اون بعد از جشن تولد 10 سالگیش تصمیم گرفت برای پیدا کردن پدر گمشده‌اش مسافرت کنه و خودشو به الدورادو برسونه. پپرو علاقه شدیدی برای رسیدن به هدفش داره. ولی صلاح در اینه که هر چه زودتر از کوه رد بشیم. کنم پپرو اشکالی نداره، بعد از یه خورده استراحت هم میتونیم از کوه عبور کنیم. منم همین نظر رو دارم. باشه هر چی شما بگید، ولی فقط یه خورده استراحت میکنیم. باشه؟ وای خدای من چه عالی شد. چه حالم اینجا. جو بیا اینجا بیا. چه خوب استراحت میکنیم. خیلی عالیه. بچه ها اگه قرار باشه این کارا رو بکنین که بیشتر خسته میشین. خیلی درد میکنه. کنم پام درد میکنه. خدای من اون تب کرده، حالش بده. چی؟ باید فوری برای استراحت یه جایی پیدا کنیم پپرو. شما همینجا بمونید، من الان برمیگردم میرم یه جایی پیدا کنم. آخه پپرو تو این چجوری میتونی یه جایی رو پیدا کنی؟ ولی همینطوری که نمیشه کنه رو ولش کنیم، حالش بده. منم باهات میام، میخوام بهت کمک کنم. نه نمیشه، خواهش میکنم تو همینجا بمون، من خودم این کارو میکنم. منم باهاش میرم. هی پپرو اصکو منم اومدم. میدونی شاید دوتایی زودتر بتونیم یه جایی رو پیدا کنیم. آره آب کانا یه خورده طاقت بیار دخترم. تنها کاری که میشه کرد اینه که صبر کنیم. ولی آخه این که درست نیست همینطوری دست روی دست بذاری. فعلا کار دیگه از دستمون بر نمیاد پپرو، چون مار خالدار اون رو نیش زده. چی؟ مار خالدار؟ بله درست، اگه یه مار دیگه ای زده بودش یه خورده تب میکرد و خوب میشد، ولی این نوع مارا. خب پس مجبوریم که آب میخوام. اسکو میتونی یه خورده آب بیاری؟ آره. خدایا کمکش کن زنده بمونه. پپرو خیلی بد شد، اینا همه خالیه. چی؟ حالا تو میگی چی کار کنیم؟ اینطور که معلومه این طرف آب پیدا نمیشه. باید پیدا بشه، معمولا تو قارا آب هست. درسته، منم اینو از پیرای دهکدمون شنیدم. اسکو بیا بریم، شاید بتونیم پیدا کنیم.
فکر نکنم ما بتونیم این طرف آب پیدا کنیم. بیا. خدای من صدای چکیدن قطره آبو میشنوی؟ بیا بریم استکو بیا. باشه. بیا بهتره عجله کنی. وای چقدر خنکه. پپرو میدونی به چی فکر میکنم؟ من و تو میتونستیم خیلی راحت به راهمون ادامه بدیم. چی؟ لزومی نداشت که بی خودی مثال وقتمون رو واسه پیدا کردن آب تلف کنیم. هیچ سر در نمیارم. راجع به چی داری حرف میزنی؟ این همون چیزیه که خودت هم بهش فکر میکنی. چی؟ من دربارش فکر میکنم. بله درسته که خیلی دلم میخواد هر چه زودتر به الدورادو برم، ولی استکو اونا جز درد سر درست کردن فایده دیگه برامون ندارن. با این حسابش نمیدونم ما چه موقع میتونیم به طرف الدورادو حرکت کنیم. نه من همچین حرفی نزدم. اگه به هم دیگه کمک کنیم و یه خورده بیشتر زحمت بکشیم حتی باعث شده که این حرفا بزنیم. همین یه دقیقه پیش کی بود که داشت راجع به رفتنمون قور میزد و بگو با این همه تحقیق معلوم نیست کی به الدورادو میرسیم. من تو خیلی راحت‌تر میتونیم به سفر ادامه بدیم. منظورم اینه که اونجا رو خیلی زودتر میتونیم پیدا کنیم. این درسته، ولی کانا و چوچو میخوای چیکار کنی؟ نمیشه همینجا گذاشتشون رو رفت. خب اشکالی نداره. بهتره اون پیرمرده با دختره توی دکده استراحت کنن و منتظر ما بمونن. ولی آخه تا موقع ممکنه کانا بتونه حافظه‌شو به دست بیاره. شاید هم بتونیم یه نفر رو برای پیدا کردن خواهر چوچو پیدا کنیم. پینچی ببینه صدا در نیاد. خدای من ممکنه حق با تو باشه استکو، ولی بذار روش فکر کن. باشه اشکالی نداره، ولی بالاخره متوجه میشی که حق با منه. خدایا چی کار کنم؟ پدر بزرگ اتفاق بدی افتاده. پدر بزرگ چیه؟ چی شده؟ پپرو پدر بزرگ. برای پپرو اتفاق بدی افتاده؟ خودم شنیدم. استکو میگفت صلاح در اینه که خودش و پپرو دوتایی به سفر ادامه بدن و ما رو در اینجا امکان بذارن. نداره. قول میدم تو درست متوجه حرفاشون نشدی. نه قسم بخورم خودم شنیدم. پدر بزرگ کانا حالش خوب نیست. هی ما برگشتیم. برات آب آوردم کنم. پدر بزرگ اون حالش بهتر نشده؟ یادت رفته چه نوع ماری نیشش زده؟ کاش میتونستم یه جوری اون گیاهو پیدا کنم. کدوم گیاه پدر بزرگ؟ یه گیاه به نام تاگا. گرده گلش ماده‌ای داره که اگه به محل زخم بماله این اثر سماخوانسا میکنه. جوشونده یه برگش هم میتونه سماخوانسا کنه. تنها به وسیله اون گیاه میتونیم کانا رو نجات بدیم. خب اون گیاهو کجا میشه پیداش کرد؟ خودم خیلی این طرفا دنبالش گشتم، ولی اون در جاهای مخصوصی رشد. اون جاهای مخصوص کجاست پدر بزرگ؟ راستش منم نمیدونم کجاست. منتها فکر میکنم اگه از اهالی ده بپرسیم اونا حتما میدونن. باشه اشکالی نداره خودم میپرسم. ولی رفتن به ده توی مه به این غریزی کار خطرناکیه پپرو. ضمناً باید بگم این گیاه فقط تا قبل از غروب آفتاب باید به کانا برسه. متوجه شدین؟ در هر حال من همین الان میرم دنبالش. خورشید داره وسط آسمونه. فکر کنم به اندازه کافی وقت داشته باشه. ببرم منم همراهت میام. اگه ما دوتایی با هم باشیم کار زودتر انجام میشه. راست میگی استکو. تازه ظهر شده و ما هنوز کلی وقت داریم. میتونیم اون گیاهو پیدا کنیم. خیالت راحت باشه. بریم. مواظب خودتون باشین. خاطر جمع باشین که دست خالی بر نمیگردیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم پدر بزرگ. شما مواظب کانا باشین. بریم. ممکنه بذارن برن و دیگه هیچ وقت بر نگردن. چرا گذاشتیم برن؟ بهتره بهشون اعتماد کنی پسرم.
درخواست کنم. خواهش میکنم زود برگردید. میتونیم حرکت کنیم. بازم که این حرفا رو شروع کردی استکو. ما باید هر چه زودتر اون گیاه رو پیدا کنیم. آخه چرا تو متوجه نیستی که با چه سرعتی میتونیم مسافرت کنیم؟ آخه تو چرا اینقدر خودخواهی پسر؟ ما هیچ وقت نباید این کارو بکنیم. این که خودخواهی نیست. من میخوام هر چه زودتر فرار رو به دست بیارم و برگردم. وقت اضافی هم ندارم که اینطوری تلف کنم. خب نظرت چیه؟ میای بریم یا نه؟ خب پس چرا برای پیدا کردن اون گیاه با من اومدی ها؟ راستش فکر میکنم دلم میخواست به کانا کمک کنم چون حالش خیلی بد بود. پس دیگه این حرفا رو نزن باشه. خب میدونی من میگم بعد از پیدا کردن گیاه بیاید دوتایی با هم دیگه حرکت کنیم. صبر کن. نظر اینقدر حرکت کنه چون اینطوری سم زودتر وارد جریان خونش میشه. به محض اینکه گیاهو پیدا کنم برمیگردن. بهتر اینو قبول کنی و براشون دعا کنی. مواظب باش. ها؟ یه دهکده را بیفت بریم. باشه. سلام. تا حالا تو رو این طرفا ندیدم. اینجا چی کار داری؟ دنبال گیاه تاگا میگردم. ممکنه لطفاً بهم بگین که کجا میتونم پیداش کنم خانم؟ چی گفتی؟ تاگا؟ بله. مگه کسی رو مار زده؟ من باید حتما تا غروب برگردم خانم. این طرفا باید این گیاه وجود داشته باشه. خواهش میکنم لطفاً بهم بگین کجا میتونم پیداش کنم. خواهش میکنم خانم. کمکم کنی. راستش ما خودمونم نمیدونیم. توی این ده فقط منتس که میدونه کجا میشه پیداش کرد. مونته؟ آره مونته، ولی معلوم نیست امروز تو ده باشه پسرم. بیا باید زودتر پیداش کنیم. باشه آقا هر کاری که بگین انجام میدیم. فقط بگین جای اون گل کجاست. خواهش میکنم. اون دختر اصلا حالش خوب نیست آقا. باشه اگه هر کاری که میگم انجام بدی جاشو نشونت میدم. باشه هر کاری که بگین میکنم. ممکنه لطفاً بگین که جاش کجاست؟ باشه میگم صبر کن. حالا دوست دارم اینه یک کلاغ سه دور خودت به چرخی قار کنی فهمیدی؟ این کارا دیگه چیه؟ ما یه چیز رو جدی ازتون خواستیم. آقا این کارا خب چیه؟ اگه نمیخوای میتونی برگردی برگرد. بالاخره این کارو میکنی یا نه؟ بله حتما این کارو انجام میدیم. برای چه میخندین؟ این که خنده نداره. از اینکه مجبورت کردم این کارو بکنی متاسفم. خب پس حالا جای اون گیاه بهمون نشون میدین آقا. خواهش میکنم. پس معلوم شد که این مسئله خیلی جدیه و شوخی بردار نیست. انتهای دهکده کنار باطلاق میتونیم پیداش کنیم. امیدوارم به موقع برسیم. خیلی ازتون متشکرم آقا. خیلی به ما کمک کردید. خیلی مواظب باشیم بچه ها.
اونهاش اونجاست. خب دیگه بهتره برگردیم. باشه. پپرو! استکو! یعنی ممکنه اونا برگردن پدر بزرگ؟ مطمئن باش که برمیگردن. حالا صداشون میکنیم که بتونن ما رو پیدا بکنن. پپرو! استکو! پپرو! استکو! پپرو! ببرم مثل اینکه راهو درست نیومدیم و بیا برگردیم. آره بهتره مسیرمون رو عوض کنیم، داره دیر میشه. دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم. پپرو، یادت باشه که تو پسر یه مرد شجاعی. خدایا کمکم کن. ببرم من جونم و مدیون تو هستم. پپرو! پدر بزرگ مه داره قلیزتر میشه ها. چیزی دیدی؟ بیفایده است، چیزی دیده نمیشه. آه چه بد شد نمیتونیم به موقع پیداشون کنیم. آره به خصوص حالی که گیاهو پیدا کردیم. بهتره این دفعه از این طرف بریم. بیا. آره بریم. پپرو! استکو! انقدر داد کشیدم صدام گرفت. پپرو! این چیه؟ میشنوی پپرو صدای سازه. کانا داره ساز میزنه. هیچ میدونی داری چیکار میکنی؟ تو نباید این کار رو بکنی. دست خودم نیست، معذرت میخوام. ناراحت نباش کارا، اونا به زودی برمیگردن دخترم. مطمئنم که صدا از این طرف میومد. بیا. کانا تو باید قوی باشی و صبر کنی. تو باید زنده بمونی. کانا بهت قول میدم که حالت خوب بشه. چاچا خدای من این پپرو! پدر بزرگ! پپرو! استکو! حق شدی! ما کلا رو پیدا کردیم! دایم پدر بزرگ! بیا تو زودتر. کم کم داره حالش جا میاد. خیلی ازتون متشکرم. خدا رو شکر اون حالش خوب شد. کانا به زودی حالت خوب میشه و میتونیم به سفرمون ادامه بدیم. میگم منم میتونم همراهتون بیام. البته تو شما همه با هم میریم. مگه نه هستتون؟ بله درسته، چون اینجوری بیشتر بهمون خوش میگذره. پپرو، استکو، خیلی ازتون متشکرم. لازم نیست تشکر کنیم. چرا؟ هر قدرم که تاریکی زیاد باشه یا مه غلیظ‌تر بشه، خدای بزرگ با قدرتش همیشه مراقب و مواظب بچه‌های خوشقلب و شجاعیه که در راه راست گام برمی‌دارن. حالا دیگه پپرو به اهمیت کمک کردن به دیگران پی برده و تصمیم گرفته به هر قیمتی که شده بر مشکلات و خطرات این سفر بزرگ غلبه کنه.